به نام خدا، فرهاد محبوبی هستم از کانال تلگرام MSRT PhD Test و امروز جلسه چهارم از بخش گرامر کتاب Langman Preparation Course for the TOEFL Test رو خدمت علاقمندان محترم ارائه میدیم. مهارت چهارم در مورد Present Participle هست که ترجمه آن در فارسی می شود وجه وصفی حال. برای اینکه بخوایم با مفهوم پارتیسیپل ها آشنا بشیم لازم هستش که مروری به مفهوم صفت داشته باشیم. به این علت که کاری که present participle انجام میده همانند صفت توصیف اسم یا گروه اسمی هستش. صفت کلمه ای هستش که اسم یا یک ضمیر یا یک عبارت اسمی رو توصیف میکنه و اطلاعات بیشتری درباره اون اسم ارائه میده. صفت در انگلیسی معمولاً قبل از اسمی که اون رو توصیف میکنه قرار میگیره. البته این قانون کلی نیست، در مواردی هم هست که صفت بعد از اسم قرار میگیره و به تنهایی میاد و بعد از اون صفت دیگه اسمی وجود نداره. البته در اینجا ما نمیخوایم که صفت رو توضیح بدیم، صرفاً به خاطر روشن کردن مفهوم present participle هستش که این توضیح رو خدمتتون ارائه دادیم. در اینجا انواع مختلف صفت‌ها که در زبان انگلیسی به کار برده میشه خدمتتون ارائه شده. اگر تمایل داشتید میتونید قسمت رو پاز کنید و مرور کنید جملات رو. و اما میخوایم بدونیم که وجه وصفی حال یا همان present participle در انگلیسی چه هستش. وجه وصفی رو با افزودن ing به شکل ساده فعل به وجود میاریم. مثال walk ریشه ساده فعل هستش، ing بهش اضافه میکنیم میشود walking. write ing اضافه میکنیم میشه writing. توضیح عرض میکنم، این توضیح بیشتر برای بخش شنیداری به درد دوستان میخوره. دقت کنید موقع تلفظ کردن این قسمتی که ing هستش صدای گ نخواهد داشت. صدایی که تولید میشه رو ما در فارسی نداریم، فقط توضیحش میدم. یک بار میشود walking، ببینید صدای writing، ما نمیگوییم walking writing. یکی از کاربردهای مهم present participle زمانی هستش که با افعال to be مثل am is are was were ترکیب میشه و زمان استمراری رو به وجود میاره. مثال The bird is singing outside my window. کاربرد دیگر وجه وصفی حال اینه که اون رو بدون افعال to be به کار ببریم و از این فرم برای توصیف یک اسم، یک ضمیر یا گروه اسمی استفاده کنیم. مثال The singing bird is outside my window. دقت کنید مثالی که ارائه شد با مثال قبلی شباهت زیادی داره. اگر نگاه کنید اینجا ما یک فعل داریم is singing، حال استمراری هستش، ولی اینجا ما singing رو داریم بدون is و به جای آن فعل ما is هست و اینجا singing در واقع bird رو توصیف کرده. پس ما present participle رو داریم بدون افعال to be، قبل از یک اسم اومده و اون اسم رو توصیف میکنه. میشود ترجمهش میشه پرنده آوازخوان در بیرون از پنجره حضور دارد. دوستان توجه کنید که شکل دیگری در زبان انگلیسی وجود داره که دقیقاً شبیه present participle هست، یعنی فعل به علاوه ing، ولی به اون gerund میگیم. دقت کنید شباهت وجه وصفی یا present participle با اسم مصدر یا gerund این هستش که هر دوی اونها با افزودن ing به ریشه فعل ایجاد میشند، ولی به لحاظ دستوری کاربرد اونها در جمله متفاوت هستش. ما از وجه وصفی یا present participle برای توصیف یک اسم استفاده میکنیم، اما gerund یا اسم مصدر
به عنوان یک اسم در جمله به کار برده میشه. دقت کنید. Walking long distances makes one's legs strong. اینجا walking نقش یک اسم رو داره. علیرغم اینکه شکل ظاهری اون شبیه present participle هست، ing به فعل اضافه شده، این نقشی که در جمله میگیره اسم هست. اینجا ما فعل رو داریم، فاعل رو داریم. اینجا long distances یک ترکیب وصفیه و در نهایت ترجمه این جمله می شود راه رفتن در مسافت‌های طولانی سبب می شود که پاهای فرد قوی شود. و اما مثال اول از تمرین 4 کتاب. جمله میگه the child جای خالی playing in the yard is my son. گزینه ها A now B is C he D was. اولین کاری که میکردیم این بود که فعل رو پیدا میکردیم. در اینجا فعلمون is هست، به دنبال فاعل میگردیم. The child فاعل جمله است، my son مفعول جمله منه، in the yard مفعول حرف اضافه است به دلیل وجود این و ترکیب اسمی که بعد از اون به کار برده شده. در اینجا playing present participle هست که توصیف میکنه این کودک رو. ترجمه تحت لفظیش میتونه باشه که کودکی که بازی میکنه در حیاط هست پسر من. ما در اینجا با توجه به اینکه یک فعل داریم دیگر نمیتوانیم فعل داشته باشیم، بس گزینه B و گزینه D که فعل هستن حذف میشود. به دلیل وجود فاعل نمیتونیم هی رو استفاده کنیم چون فاعل مضاعف میشه و تنها گزینه که میتونه جمله رو تکمیل کنه now هست. ترجمه این جمله میشود کودک در حال بازی در حیاط پسر من است. دقت کنید playing in the yard یک participle phrase هست که توصیف میکنه این اسم رو. تمرین اول مهارت 4 میگوید The companies offering the lowest prices will have the most customers. جمله رو تحلیل میکنیم. فعلمون will have هست، فاعلمون the companies، اینجا the most customers مفعولمون هست. همینجا جمله کفایت میکنه. The companies will have the customers یعنی شرکت ها خواهند داشت بیشترین مشتری ها را. offering ing داره، به offer چسبیده. present participle مون هستش، دورش خط میکشیم و دقت کنید کل عبارت the companies offering the lowest prices noun phrase هستش. کل این noun phrase به عبارتی نقش فاعل این فعل رو ایفا میکنه. دقت کنید دوستان، جمله اصلی که در این noun phrase کوتاه شده به این صورت بوده The companies which are offering the lowest prices will have the most customers. اینجا دقت کنید دوستان which are حذف شده و تبدیل شده به the companies offering. ترجمه این جمله می شود شرکت های پیشنهاد دهنده پایین ترین قیمت بیشترین مشتریان را خواهند داشت. و این جمله به لحاظ گرامری صحیح هستش. مثال شماره 2 Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate free. جمله رو تحلیل میکنیم. فعل جمله should report هستش، افعال مودال هست، فاعلمون travelers هست، gate free مفعول جمله ما هستش. تا همینجا می شود travelers should report to gate free. جمله کامله. حالا بقیه ارکان جمله. اینجا یه are completing داریم که حال استمراری هستش ولی قاعدتا نمیتونه. دقت کنید اینجا completing خودش present participle و عبارتی که الان مشاهده میکنید قبل از فعل اومده، اگرچه که این are جمله رو غلط کرده ولی گروه اسمی هستش. این جمله باید به این صورت میشد Those travelers who are completing their trip on Delta should report to gate free که اینجا who حذف شده
در جمله بالا، ولی R حذف نشده که باید حذف می شده. ترجمه این جمله می شود مسافرین در حال سفر با شرکت دلتا باید به گیت 3 مراجعه کنند و به دلیلی که خدمتتون عرض کردم این جمله نادرسته. مثال شماره 3. The artisans are demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. دنبال فعل میگردیم. تنها فعلمون are demonstrating هست، حال استمراریه. اینجا demonstrating خودش present participle هستش. The artisans هم چون جمعه با R تطابق داره، درسته. اینجا handicrafts مفعول این فعله. at booths مفعول حرف اضافه و throughout the fair هم مفعول حرف اضافه است. ترجمه این جمله می شود صنعتگران در حال نمایش صنایع دستی گوناگون در غرفه‌های سراسر نمایشگاه هستند و این جمله درست. مثال شماره 4. The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. جمله رو تحلیل میکنیم. فعلمون attract هستش، فاعلمون the fraternities هست. The most new pledges مفعول جمله است، همینجا کفایت میکنه. جمله میشه The fraternities attract the most new pledges. اینجا are giving رو داریم که یک فعل مجدد در جمله هست که نباید باشه، حال استمراریه. و اینجا giving present participle هست، دورش رو دایره میکشیم و به آنچه که قبل از فعل آمده چون با اسم شروع شده گروه اسمی میگیم. در واقع این جمله باید به این صورت می بود The fraternities who are giving the wildest parties attract the most new pledges، که اینجا در جمله who حذف شده، R هم باید حذف می شده که نشده و فقط giving باید می مونده که present participle هست و این giving the wildest parties بایستی این فاعلمون رو توصیف می کرد. ترجمه این جمله می شود کلوب‌های برگزار کننده مهمانی‌های پرزرق و برق بیشترین اعضا را جذب می کنند و این جمله غلط است. مثال شماره 5 می گوید The first team winning 4 games is awarded the championship. تحلیل می کنیم. is awarded فعلمونه، the first team فاعلمونه، the championship هم مفعوله. جمله می شود the first team is awarded the championship. اینجا فعلمون ایزه، فاعلمون بایستی مفرد می شد که تطابق داشته باشه که به همین صورت هم هست. خب اینجا winning present participle دورشو دایره می کشیم و به این عبارت که قبل از فعل اومده و با یک اسم شروع شده عبارت اسمی میگیم که نقش فاعل رو ایفا میکنه. در واقع جمله بوده The first team which is winning 4 games is awarded the championship و اینجا which is به درستی در جمله ما حذف شده. ترجمه این جمله می شود مقام قهرمانی به اولین تیم برنده 4 بازی اعطا خواهد شد و جمله درسته. مثال شماره 6 می گوید The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. تحلیل میکنیم. فعل جمله مجهول was اومده، گذشته است و فاعل بایستی مفرد باشه. اینجا the speaker فاعلمونه و تطابق داره با این فعل. vociferously یک قید هستش که چگونگی رخداد فعل رو توضیح میده. اینجا was trying یک فعل مجزا هست که نباید باشه و فقط trying باید باشه که past participle هست و این عبارت noun phrase ما هستش. جمله اصلی بایستی به این صورت می بود The speaker who was trying to make his point was often interrupted vociferously، که اینجا در جمله who حذف شده ولی was حذف نشده. ترجمه این جمله می شود سخنرانی فردی که سعی در بیان منظورش داشت مکرراً با هیاهو قطع شد و جمله به لحاظ گرامری غلط است. مثال شماره 7 میگوید
The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to market. تحلیل میکنیم جمله رو. were rotting فعل جمله هستش، زمان اون گذشته استمراریه و were اومده فاعلمون با جمع باشه که با اون تطابق داشته باشه. همینطوره fruits فاعلمونه. اینجا because و این حرف اضافه است و ما ترکیب مفعول حرف اضافه رو داریم. carrying past participle دورش رو خط میکشیم و اینجا مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم رو داریم. جمله اصلی به این صورت بوده قاعدتاً The fruits were rotting because of the moisture in the crates which were carrying them to market که به درستی which و were هست شده carrying آمده. ترجمه این جمله می شود میوه ها به واسطه رطوبت موجود در جعبه های حمل به بازار در حال فاسد شدن بودند و این جمله درسته. مثال شماره 8 میگوید Any students desiring official transcripts should complete the appropriate form. ما فعلمون should complete هستش، با فعل معین شروع شده، فاعلمون any students، اینجا مفعولمون رو داریم، desiring present participle هستش، درست دایره میکشیم و به این گروه میگوییم گروه اسمی چون نقش فاعل این فعل رو ایفا میکنه. جمله اصلی اینطوری بوده که Any students who are desiring official transcripts should complete the appropriate form. اینجا who و are به درستی در این جمله بالا حذف شده. ترجمه جمله می شود دانشجویان متقاضی دریافت ریز نمرات رسمی باید فرم مناسب را تکمیل نمایند و این جمله درسته. جمله شماره 9 میگوید The advertisements were announcing the half-day sale received a lot of attention. اینجا فعلمون received هست، زمان اون گذشته ساده است، advertisements فاعلمونه، a lot of attention مفعولمونه. اینجا were announcing دوباره یک فعل که زمان اون گذشته استمراریه و نباید were به کار برده میشد. announcing present participleمون هست، درشو دایره میکشیم، به این مجموعه میگیم noun phrase. جمله واقعی این بوده The advertisements that were announcing the half-day sale received a lot of attention. اینجا that در جمله هست شده ولی were هست نشده. ترجمه این جمله این هست آگهی های حراج نصف روز توجه زیادی به خود معطوف داشتند و این جمله غلط هستش. مثال آخر میگوید The spices flavoring the meal were quite distinctive. Where فعلمونه گذشته to be هست و جمع distinctive صفتی هست که با قید اومده. اینجا flavoring present participle و دورش رو دایره میکشیم. اینجا noun phrase رو داریم. جمله اصلی این بوده که the spices which were flavoring the meal were quite distinctive. اینجا which و were به درستی در جمله اصلی حذف شده. ترجمه این جمله می شود ادویه های به کار رفته در غذا کاملا متمایز بودند و این جمله درسته. دوستان به انتهای تمرین شماره 4 از بخش گرامر کتاب Lyman Preparation Course for the TOEFL Test رسیدیم. امیدوارم که از درسی که خدمتون ارائه شد بهره کافی رو برده باشید. تا آموزش جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.